شیرینی گناه رو خوب چشیدیم، اما شیرینی لبخند مهدی رو نچشیدیم. کارم به جایی نرسه که امام زمان بگه خستم کرد خدایا. یه جوونی به خود من میگه 2 متر قد اومد، من سیدم هست، در سن 21 سالگی میگه اگه بگم چند صد زنا کردم باور نمیکنی. تا سن 21 22 سالگی هر غلطی که تو بگی کرد. سید اولاد از زهرم. گفتم چی شد پس تو متحول شدی؟ گفت یه شب به عالم رویا دیدم در اتاقم باز شد، یا آقای رشیدی اومد یه نهی به من زد، گفت فلانی تا کی میخوای گناه کنی؟ با مشت زد تو سینه و هنوز که هنوز جای اون مشت تو سینه من دردش. و تو عالم رویا حالیم بودی اما ابوالفضل من این خطر عصبانی بود از در تا کی میخوای ما رو زجر بدی؟ تا کی میخوای ادامه بدی؟ تو عالم رویایی میگفتم عمو ابوالفضل ببخش، عمو عباس ببخش. میگم یه جمله من از ابوالفضل گفت تا کی